سلام، من مرمرم. به این ویدیو از کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز قراره توی این ویدیو با همدیگه راجع به جمله‌های اسمی در ترکی استانبولی یاد بگیریم. جمله اسمی چیه؟ مثلا من معلم هستم، من ایرانی هستم، من توی خونه هستم یا حتی من گشنه هستم. درس امروز که همون ساختن جمله‌های اسمی باشه یکی از شیرین ترین درس‌ها توی ترکی استانبولیه. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. قبل از اینکه براتون راجع به ساختن جمله‌های اسمی بگم، میخوام راجع به ضمایرمون بگم. ما توی زبان ترکی 6 تا ضمیر داریم. ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben به معنی من، sen، تو، o، او، biz، ما، siz، شما و onlar آنها. توی زبان ترکی برخلاف زبان‌های دیگه مثل زبان انگلیسی مذکر و مؤنث وجود نداره و او هم برای مذکر هم برای مؤنث و هم برای حیوانات و اشیا استفاده میشه. هر کدوم از این ضمایر توی ترکی استانبولی چند تا پسوند برای خودشون دارن که نقش هستم، هستی، هست رو بازی میکنه. اول از همه میخوام از ضمیر ben شروع بکنم که 4 تا پسوند داره که همشون نقش هستم رو بازی میکنن. پسوند ایم، اوم، üm. اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما آ و ا باشه از پسوند استفاده میکنم. مثلا ben bekarım. بکار به علاوه چرا از استفاده کردم؟ چون توی کلمه بکار آخرین حرف صدادار آ هست. معنی جملمون یعنی من مجرد هستم. به این یکی توجه کنین. ben çalışkanım. çalışkan هم آخرین حرف صدادارش آه، بنابراین از پسوند به معنی هستم استفاده کردم. ben çalışkanım یعنی اینکه من فعال هستم، من پرتلاش هستم. توی کلمه آچ هم آخرین حرف صدادار آه، بنابراین از استفاده میکنم. من گرسنه هستم، ben açım. و اما اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما و یا ای باشه از ایم به عنوان هستم استفاده میکنیم. مثلا ben güzelim. توی کلمه güzel آخرین حرف صدادار هستش، بنابراین از ایم استفاده کردم. ben güzelim به معنی اینه که من زیبا هستم. ben çirkinim. چیرکین آخرین حرف صدادارش ای نقطه داره، بنابراین ما براش از ایم به عنوان هستم استفاده میکنیم. ben çirkinim یعنی این که من زشت هستم. اگر آخرین حرف صدادار ما او و یا او بدون نقطه باشه از پسوند به عنوان هستم استفاده میشه. مثل ben cesurum. توی کلمه جسور آخرین حرف صدادار اوه، بنابراین من بهش رو اضافه میکنم. ben cesurum یعنی این که من شجاع هستم. ben doktorum. توی کلمه دکتر آخرین حرف صدادار اوه بدون نقطه است، پس باز دوباره از استفاده میکنم. ben doktorum من دکتر هستم. و در آخر اگر آخرین حرف صدادار ما و یا باشه از پسوند استفاده میکنم. مثلا ben güçlüyüm. توی کلمه güçlü آخرین حرف صدادار هستش، بنابراین من از استفاده کردم به عنوان هستم. ben güçlüyüm من قوی هستم. نکته‌ای که توی ضمیر ben باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ممکنه آخرین حرف کلمه ما صدادار باشه،
بنابراین قبل از اضافه کردن هر کدوم از پسوندهای بن باید از یه میانجی استفاده کنیم. مثلا بن همشیره یم، بن همشیره یم، بن همشیره یم. توی کلمه همشیره آخرین حرف صدادار ا هستش و اتفاقاً آخرین حرف کلمه هم هست. قبل از اینکه پسوند ایم رو اضافه کنم از یه میانجی استفاده میکنم که تلفظ منو نرم کنه. بن همشیره یم. اما اگر یه میانجی رو نذارم تلفظ من این شکلی میشه. بن همشیره ایم. یا مثلا بن مطلویوم. توی کلمه مطلو آخرین حرف کلمه اوه. قبل از اینکه پسوند اوم رو اضافه کنم از یه میانجی استفاده کردم. بن مطلویوم، من خوشحال هستم. و حتی توی بن güçlüyüm هم این اتفاق افتاده. قبل از اینکه از پسوند اوم استفاده کنم از یه میانجی استفاده کردم. بریم سراغ پسوندهای ضمیر بعدیمون یعنی سن. برای ضمیر سن هم مثل ضمیر بن 4 تا پسوند وجود داره. سین، سن، سون، سون. اگر آخرین حرف صدادار ما آ و یا ا باشه از پسوند سن استفاده میکنم. مثل سن şarkıcısın. آخرین حرف صدادار شارکجı ا هستش. بنابراین از سن به عنوان هستی استفاده کردم. sen şarkıcısın. تو خواننده هستی. sen postacısın. توی کلمه پستاجı هم آخرین حرف صدادار من ا هستش. بنابراین من دوباره از سن به عنوان هستی استفاده می کنم. sen postacısın. تو پستچی هستی. sen çalışkansın. توی کلمه çalışkan آخرین حرف صدادار آ هستش. پس دوباره از سن به عنوان هستی استفاده میشه. sen çalışkansın. تو فعال هستی. تو پرتلاش هستی. اما اگر آخرین حرف صدادار من ا و ای باشه از پسوند سین استفاده میکنم. sen güzelsin. توی کلمه güzel آخرین حرف صدادار ا هستش. sen güzelsin یعنی اینکه تو زیبا هستی. sen çirkinsin. توی کلمه چیرکین آخرین حرف صدادار ای با نقطه است. بنابراین من از سین استفاده کردم. sen çirkinsin. تو زشت هستی. اگر آخرین حرف صدادارمون او و او بدون نقطه باشه از سون استفاده میکنم. sen doktorsun. دکتر آخرین حرف صدادارش او هست. بنابراین از سون استفاده کردم. تو دکتر هستی. sen yorgunsun. توی کلمه یورگون آخرین حرف صدادار او بدون نقطه است. پس دوباره از سون استفاده می کنم. sen yorgunsun. تو خسته هستی. و آخرین ضمیر امروز او به معنی او که گفتیم هم برای مؤنث و هم مذکر استفاده میشه. خبر خوش اینه که او هیچ پسوندی نداره و کافیه که شما اون صفت یا اسم رو کنار او قرار بدین. جملتون کامله. مثلا او güzel. اون زیباست. او çirkin. اون زشته. او evde. اون تو خونه است. او ایرانlı. اون ایرانیه. او شیشمان. اون چاقه. و یا او جسور. اون شجاعه. درس امروز همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که درس امروز رو یاد گرفته باشین. تا یه درس دیگه، hoşça kal.